جورابک امونов блогер و حامی حقوق از ازبکستان که میان مهاجران شناخته شده است 2 هفته پیش از روسیه اخراج گردید. در آنجا او به هموطنان یاری میرساند که در وضعیت دشوار قرار داشتند، اما 1 ماه پیش خودش محتاج کمک شد. کارمندان فیسبی از من پرسیدند که چرا به مهاجران حقوقهایشان را میفهمانم. گفتند برای ما چنین مهاجرانی مثل شما دانا لازم نیستند. به نقل امونов نیروهای امنیتی از او طلب نمودند که تمام نوارها را از صفحه‌اش سوینچ در یوتیوب و تلگرام پاک کند. وقتی گفتم نوارها را پاک نمی کنم آنها به تهدید گذاشتند. حالا یک باره 4 شاهد را دعوت می کنیم. ما پرونده جنایتی می کشیم. برای قاچاق مواد مخدر کمش 8-10 سال جزا می گیری. در پهلوی من مرد با ماده 105 می نشست. در روسیه این ماده کشتار است. آنها نیت داشتند جنایت او را به گردن من بار کنند. همه حجت ها علیه آماده بودند. آنها می خواستند که من روسیه را ترک کنم. من گفتم میلش، بلیط گرفته می روم. به گفته حامی حقوق، کارمندان مقامات قدرتی با تهدید او را مجبور کردند که نوار را ثبت نموده در آن از پلیس عذر پرسد. در بعضی موردها من پلیس را به نوار گرفتم. آنها را خفه می کردم و به برخی سخنهای بد گفتم. برای این کارم مرا ببخشید. من دیگر چنین کارها را نمی کنم. از برای خدا ببخشید. امونов را در آن متهم کردند که گویا به مهاجران شیوه سرکشی از رویه قانونگذاری مهاجرتی در روسیه را یاد می‌داده است. مرا متهم کردند که در منزل دیگر بدون قید زندگی می‌کردم. هرچند من 1 سال ثبت نام دارم. صاحبخانه باید آمده مرا در قید می‌گذاشت. عیبنامه آنها غیر قانونی بود. جورابک امونov از سال 2010 در روسیه میزیست. در آنجا همچون مدیر انبار کار میکرد، ولی میان مهاجران با مصلحت‌های رایگانش در مسائل حقوقی شناخته شد. امونov یکی از یاوران و ریزاکاران سازمان حامی حقوق انسان تانگ جهانی نیز بود. وی یکی از اختیاریان فعال ما بود. وقتی ما اوید به غلامی افتادن مهاجران معلومات دریافت می‌کردیم، او همراه حقوقشناسان برای آزاد کردن این شهروندان می‌رفت. جورابک امونov حالا در زادگاهش بخارا به چاره‌داری مشغول است. با وجود این نیت دارد کمک‌های حقوقیش را به مردم ادامه دهد. من می‌خواهم در اینجا کار کنم. اگر برایم امکانیت بدهند نقشه دارم فعالیت حقوقی خود را دوام بدهم. در ازبکستان نیز حقوق شهروندان ما پایمال می شود. مهم این است که قانون عمل کند. امونov از زمره اولین هایی است که 2 سال پیش در برای جلب مهاجران کاری به جنگ در اوکراین حرف زده بود.